سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. امروز میخوایم راجع به جامعه مهدوی صحبت کنیم و میخوایم با هم بررسی کنیم ببینیم که یک جامعه مهدوی چه ویژگی هایی داره. خب اول از همه بیاین یه حرکتی بزنیم، یه کاری بکنیم. اون هم این که تو ذهنمون زندگی ائمه قبلی رو مرور کنیم و بررسی کنیم ببینیم که چه مشکلاتی داشتن و مشکلاتشون بر چه اساسی بوده و اگه چه ویژگی هایی رو داشتن این مشکلات رو نداشتن. اول از همه بیاین با حضرت امیرالمومنین امام علی شروع کنیم. حضرت امیرالمومنین از چه جهاتی ضربه خوردشین؟ یعنی تو کار حکومتشون مشکلی به وجود اومد. اونم وقتی بود که یکی از مشکلات بزرگشون ایجاد فتنه ها بودش. یعنی که مثلا توی فلان جنگ اومدن قرآن ها رو سر نیزه کردن و گفتن که آقا ما میخوایم کتاب خدا عمل بشه و جنگ باید متوقف بشه. اصطلاحاً به اینجور چیزا میگن فتنه، یعنی فتنه شده. پس به نظر من کمترین کاری که ما باید بکنیم اینه که جامعه‌مون اصطلاحاً ضد فتنه بشه. ضد فتنه به این معنی نیست که بگیم که اصلا فتنه ایجاد نشه، چون نمیتونیم این کارو بکنیم. فتنه ایجاد میشه. اما منظور من اینه که اگر فتنه انجام شد ما بتونیم ابزارهایی داشته باشیم که بتونیم جلوشو بگیریم و اون فتنه به اهدافش نرسه. و به نظر من تنها و شاید بشه گفت مهمترین ابزاری که ما داشته باشیم واسه مبارزه با فتنه ایجاد رسانه‌های زیاده. ایجاد رسانه‌های زیاد که افراد مختلفی بیان و نظراتشون رو اعلام کنن و تو مواقع فتنه جلوگیری بکنن از اینکه یه مشکلی درست بشه. و میریم سراغ مورد دوم. مورد دوم بیاین زندگی امام حسین رو بررسی کنیم. امام حسین یارانی داشتن که به شدت با وفا بودن، 72 نفر که حسابی کار درست بودن و خوب بودن و یاران با وفای امام حسین بودن. به نظر من یکی از مشکلاتی که اون موقع وجود داشت این بود که تعداد یاران کافی نبود. یعنی برای اینکه امام حسین به اون اهدافشون برسه و بتونن که پیروز بشن باید تعداد خیلی زیادی افراد می بودن و افراد با کیفیت کار درست. پس نتیجه میگیریم که علاوه بر جامعه مهدوی این که ضد فتنه باید باشه، باید افراد زیادی هم باشن که کار درست باشن، حسابی باشن و تعدادشون هم نسبتا زیاد باشه، به قدر کافی باشه که اون اهداف برسید. و مورد سوم به نظر من اگر ما نگاه کنیم به زندگی امام صادق علیه السلام، ایشون خب یاران زیادی دور برشون بودن و خب به نظر من باید که توی کیفیت افراد هم خیلی دقت داشته که افرادشون خیلی آدمای با کیفیت و کار درستی باشن. مثلا یه داستان خیلی معروفی که هست، یه عده میان به امام صادق میگن که شما چرا قیام نمی کنید؟ بعد امام صادق به یکی از یاراشون اشاره میکنن، میگن که برو توی تنور. و اون آقای بدون که هیچی بپرسه اصلا داستان چیه و کیه میره تو تنور. و بعد اون گوینده خیلی تعجب میکنه، یعنی میگه که یعنی چی این آقای رفت تو تنور، چه داستان چیه؟ و بعد امام صادق میپرسه که چند نفر آدم به نظرت مثل این آقا وجود داره که من هر دستوری بهشون بدم انجام میدم، بهشون بگم که برو تو تنور، اونا میگن چشم. و اینجا بود که میفهمیم که علاوه بر تعداد چیز دیگه مهمی هم که هستش اینه که کیفیت افراد بالا باشه. افرادی باشن که کار درست باشن، حرفه‌ای باشن، به شدت مطیع باشن و مهارت‌های زیادی هم داشته باشن. مهارت‌های رسانه‌ای، مهارت‌های مدیریتی که بتونن که اون به اهدافی که امام مد نظرش هست امام کمک کنن. به نظر من این سه تا شرط‌های لازمن و احتمالاً کافی هم نیستن. برای همین ما باید خیلی بیشتر بررسی کنیم تاریخ رو و با عقلمون و منطق رو ببینیم که چه شرط دیگه هم لازم هستش. و نکته دیگه هم که میشه گفت اینه که خب حالا ما این افراد رو پیدا کردیم، این افراد چی کار باید بکنن که یعنی تو اون طول مدتی که تو طول روز میگذرونن، این افرادی که ما گفتیم باید کیفیت داشته باشن، باید کمیت داشته باشن، این افراد چی کار میکنن؟ و این توی دو تا کار خلاصه میشه.
کارهای نظارتی، کارهای اجرایی. ببینید من یک مثالی بخوام بزنم واسه اینکه بهتر درک کنید. ببینید ما 3 تا قوه داریم: قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه اجراییه که دولت میشه. به نظر من توی دولت مهدوی قوه قانونگذار به نظر من نداریم، چون که هر چیزی که ما بخوایم بدونیم میتونیم بریم مستقیم از امام بپرسیم. برای همین قوه‌ای داشته باشیم که مثلا بشینن فکر کنن که آقا چی کار کنیم چی کار نکنیم، چی قانون بشه چی قانون نشه، به نظر من چیز بیهوده‌ایه. پس اینو میتونیم حذف کنیم و یه دونه قوه قضاییه میمونه که نقش نظارتی داره و یه دونه قوه اجراییه. خب قوه قضاییه به نظر من، حالا اگه این اسم قوا رو بخوایم بذاریم کنار رو راحت صحبت کنیم، یه عده باید باشن که نظارت کنن، نظارت خیلی سنگین و مدیریت بکنن اصطلاحاً، و یه عده دیگه باید باشن که کارها رو به قولی انجام بدن. حالا عددی که توی ذهن منه اینه که به نظر من مثلا واسه حکومت جهانی 10,000 نفر حداقل باید توی حوزه مدیریت و نظارت بر روی افکار دیگران باشن و حداقل تقریبا میشه گفتش که 1,000,000 نفر هم باید توی این زمینه باشه. حالا ما نمیخوایم بگیم این عدد رو بریم حتما همین اول کار درست کنیم و باید پله پله درست بشه. و اون قوه نظارتی که گفتم بهتون، اینها در حقیقت میشن مدیران یک سری تشکیلاتی، یک سری مجموعه هایی که کارشون اینه که یک سری شرکت هایی درست کنن. حالا یه شرکت یا یک مجموعه هایی درست کنن که اینا کارشون این باشه که یه پولی رو مثلا بچرخونن توی یه سری شرکت هایی و اینها کار بکنن. مثلا یکی از اهدافش اینه تامین غذای مردم. مثلا یه قسمتیشون باشن تولید برنج و یه عده‌ای باشن که واسه اینا کار کنن و کارشون این باشه که به صورت تولید برنج انجام بدن. و ممکنه که تعدادشون به مرور زمان کم بشه، مثلا با پیشرفت تکنولوژی و هوش مصنوعی و اینجور چیزا مثلا ما یک ربات بیاریم که این کارو انجام، اون رو فقط نظارت کنه. اما خلاصه یه سری افرادی باید باشن که کارشون مثلا تولید مواد غذایی باشه، تولید پوشاک باشه یا حتی تولید خونه باشه. حالا اون مدلی که تو ذهن منه، این مدلی که الان هست نیستش که خونه ها رو میسازن. به نظر ما باید بریم سراغ خونه های پیش ساخته که مثلا مثل لگو اینا رو بچینیم روی همدیگه و در تایم خیلی کم ما سری محدوده زمانی، محدوده مسافتی زیادی رو خونه بسازیم. حالا این یک پرانتزی بود اینجا. پس فهمیدیم که یک سری افرادی باید باشن که اینا یه پولی دستشون میرسه و یک خدمتی رو ارائه میکنن به مردم و نکته یا که هست اینه که اون مدیرانشون یا اون صاحب شرکت ها پولی رو ور نمیدارن، پول آنچنانی رو ور نمیدارن برای خودشون به جز اینکه گذران زندگی کنن. مثلا اگه یه شرکتی داشته باشین که مثلا خیلی مثلا 100 میلیارد سود بده، این مثلا در حد گذران زندگی خودش ور میداره و این پول رو میذاره یک گوشه‌ای که دیگران بیان این رو سرمایه کنن و اینها هم یک شرکت دیگه‌ای بسازن. حالا ما یک اسمی واسه این شرکت‌ها گذاشتیم، بهش گفتیم شرکت‌های سرمایه گردان. یعنی که یک سرمایه میچرخه توی این شرکت‌ها و مردم به اون اهدافی که مد نظرشونه میرسن. پس یه عده شد، عده‌ای که کار میکنن و رئیس هاشون که به قول پول‌ها دست ایناست و اینا هم نظارت میکنن هم به زیر دستاشون هم به خودشون و اطرافیانشون و به این ترتیب مردم گذران زندگی میکنن. و خب یک سوالی که اینجا پیش میاد اینه که خب مردم عادی چی کار میکنن؟ نکته‌ای که داره اینه که مردم عادی اولا اینکه همه چیز ارزون میشه. یعنی شما با این کاری که انجام بدی اینه که یه سری خدماتی انجام بدی و پول آنچنانی نگیری، به مرور زمان قیمتاش شروع میکنه کم شدن و همینجور شاید حتی خیلی هم ارزون بشه، شاید حتی به صفر هم برسه و مردم مثلا گوش احتیاج دارن، میره طرف مثلا فروشگاه 1 کیلو گوش برمی‌داره میاد استفاده میکنه. یعنی که همه چیز ارزونیه. پس نکته‌ای که داره اینه که مردم ارزونیه و راحت زندگی میکنن، خوراک و پوشاک و مسکن نیازهای اولیه‌شون به راحتی برطرف میشه و اگه نیاز به درمان پیدا کنن اون هم به راحتی برطرف میشه و مردم دیگه مجبور نیستن که واسه گذران زندگیشون مثلا
برن یه کار خیلی سختی رو انجام بدن واسه یه پول کم. خب ممکن است بعضی بخوان کار کنن، خب اونا که میرن کار میکنن ما مشکلی نداریم باشون، برن کار کنن، برن درآمد داشته باشن و مشکلی هم نداریم که اینکه کسی مثلا ثروتمند باشه و خب این نباید به قولی داخل اون قوه همون نظارتی همون اجراییه باشه. این میتونه بیرون باشه و آدم ثروتمندی باشه و مثلا تو کاخ زندگی کنه، این مشکلی نداره. ما نمیگیم مثل کمونیسم رو بگیم که آقا همه تو خونه 80 متری، همه تو خونه 70 متری، سرمایه مثلا اشتراکی، هیچ کس پول نداشته باشه واسه خودش. نه، ما این حرفو نمیگیم. ما میگیم که ثروتمند و فقیر داخل جامعه باشن ولی فقیره دیگه له نشه، اینجوری باشه که فقیره یه سری حداقل هایی رو داشته باشه واسه زندگی. حرف ما اینه. و خب یک سوال اینجا پیش میاد، اینم اینجوری شد این پیش میاد اینه که خب ما یه سری افرادی داریم که به قولی آدم مادی ان، یعنی لازم نیست کار بکنن و میتونن کار کنن، چیزی که جلوشون نگرفته. و یک سری آدمایی رو داریم که اینا حسابی دارن کار میکنن، دارن غذا درست میکنن، دارن لباس درست میکنن، دارن خونه درست میکنن. چرا پس این جامعه اینجوری شده؟ یعنی یکی داره کار میکنه، یکی داره کار نمیکنه. و دلیل این که اونا کار میکنن اینه که اینها جزو نزدیکان امام زمانن، یعنی جزو صاحبان و جزو یاران امام زمانن، جزو یاران صاحب از زمانن. برای همینه که مثلا اینا میان تلاش میکنن که برن جزو اون یارها باشن، یعنی میان میگن که خب ما یه سری کارهای انجام میدیم، یه سری سختی‌ها میکشیم ولی در عوض جزو مثلا یاران صاحب از زمانی و همین انگیزه کافی میده واسهشون و همین واقعا بسته که مثلا ما جزو نزدیکان امام زمان تو دنیا آخرت باشیم. دیگه کی بیشتر از این چیزی میخواد؟ مثلا بیشتر از این مگه هست؟ و این میشه انگیزه کاریشون واسه اینکه ادامه بدن زندگی و اون سختی ها رو تحمل کنن. خیلی ممنون از همتون، امیدوارم که موفق باشید و همه ما جزو یاران حضرت صاحب از زمان باشیم و دوران ظهورشون رو انشالله درک کنیم. التماس دعا یا علی مدد.